فکر میکنید پاداش‌ها هرگز نمیآیند. بیا. این راهنمای شیلپا شتی برای یوگا است. بسیار خوب، این همان چیزی است که من آن را برنامه رفع سریع مینامم. یک تمرین بسیار سریع 15 دقیقه‌ای که روی کل بدن کار میکنه. در حالت ایدئال شما باید کل برنامه را اجرا کنید، اما گاهی اوقات وقت ندارید، گاهی اوقات صبرتون تمام می شود، گاهی اوقات تمایل ندارید و گاهی اوقات ما فقط می خواهید همه چیزهای روزانه را به سرعت دریافت کنید، اما فقط گاهی خوب است. شیلپا، برنامه یوگا رفع سریع شتی. یا بریم. آسانه‌های پشتی. اوتان پاداسانا، جست پاهای برافراشته. از شواباسانا. پاهای خود را به هم و بازوهای خود را به پهلوها بیاورید. کف دست خود را زیر باسن خود قرار دهید. شروع کنید به بالا بردن هر دو پای خود بدون اینکه آنها را در زانو خم کنید. در 30 درجه از زمین بایستید و 5 نفس نگه دارید. به طور مشابه در 60 درجه و در نهایت در 90 درجه از کف توقف کنید. هر بار 5 نفس نگه دارید. به آرامی رها کنید، در هر دو علامت 60 و 30 درجه توقف کنید. به یاد داشته باشید که به نفس کشیدن ادامه دهید. اوتان پاداسانا برای کل شکم بسیار مؤثر است. حفره سینه و کل پشت را دراز می‌کند. آسانه‌های روی شکم. در تلوزک شست کمان. در حالی که روی شکم هستید، چانه خود را روی زمین قرار دهید. بازدم پاهای خود را بالا بیاورید و زانوهای خود را خم کنید، پاها را به خود نزدیک کنید و به عقب برسید. مچ پای راست را با دست راست و مچ پای چپ را با دست چپ میگیرد. استنشاق. به آرامی بلند شوید، مچ پاهای خود را به سمت بالا بکشید و آنها را از روی زمین بلند کنید و همزمان قفسه سینه خود را از روی زمین بلند کنید. نفس را نگه دارید. وزن بدن شما باید فقط روی شکم شما باشد. سر خود را تا آنجا که ممکن است به عقب خم کنید. تا زمانی که بتوانید نفس خود را به راحتی حبس کنید، وضعیت خود را حفظ کنید. به آرامی بازده. زانوها را روی زمین بیاورید، مچ پاها را رها کنید و به آرامی پاها و بازوها را روی زمین برگردانید. جست دانوراسانا یا کمان زیرا در موقعیت آخر شبیه آن است. به عنوان یکی از بهترین وضعیت‌ها در تمام یوگا در نظر گرفته می‌شود. کمک می‌کند تا فرد در فرم عالی بماند. انعطاف پذیری را به ستون فقرات باز می‌گرداند. تمرین منظم